مراسم گرمی در 2 دقیقه. مراسم گرمی توسط آکادمی ضبط موسیقی رکوردینگ اکادمی برگزار میشه که از سال 1957 تا به حال جوایز رو به هنرمندان برتر اهدا کرده. این سازمان متشکل از موسیقیدانان، تهیه کنندگان و نویسنده های آهنگ. اگر بخوایم به تاریخچه جوایز گرمی نگاهی بیاندازیم، جالبه بدونیم که رکورد داشتن بیشترین جایزه گرمی تا سال 2025 متعلق به مایکل جکسون بوده، اما کندریک لامار با آهنگ Not Like Us تونست این رکورد رو بشکنه و با بردن 5 جایزه در مراسم گرمی 2025 رکورد جدید رو برای خودش ثبت کنه. این آهنگ جوایزی مثل ترانه سال، رکورد سال، بهترین آهنگ رپ، بهترین اجرای رپ و بهترین ویدیو موسیقی رو به خونه برد. همچنین بیانسه با آلبوم کابوی کارتر تونست جایزه آلبوم سال رو ببره و به این ترتیب یکی از پرافتخارترین هنرمندان در تاریخ گرمی شد. لازمه بدونید که مراسم گرمی فقط درباره جوایز نیست. اجراهای زنده، لباسهای خاص فرش قرمز و همینطور پیام‌های اجتماعی که هنرمندان به اشتراک میذارن هم جزئی از این رویداد هستن. امیدوارم این اطلاعات براتون جالب بوده باشه. اگر خوشتون اومد لطفاً لایک کنید، کامنت بذارید و این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید.